کانال من هون هستم. امروز با شما با یه ویدیو جدیده دیگه. راجع به چی؟ از بچه ها تو اینستاگرام خواستم که برام بنویسن که چی شد که تموم شد رابطهشون و اینکه خوباشو گلچین کردم. میخوام براتون تعریفشون کنم، یه کوچولو راجبشون حرف بزنم و خیلی باحاله به نظرم و خیلی چیزای جدیدی توش دیدم. پس برو بریم. راستش خیلی زیاد بود و من اونایی که به نظرم جالب تر اومد و اینکه یک مقدار شبیهش بیشتر بود و انتخاب کردم که با هم دیگه بخونیم. راستی یه کاری میخوام بکنم، این ویدیو رو میخوام اگه بشه بدون کات بگیرم، یعنی همه رو پشت سر هم بگم. اگه اشتباه لپی نداشته باشم وسطش، اولین ویدیو بدون کات منه. نمیدونم بقیه هم این کارو میکنن یا کات میکنن، اصلا هیچ اطلاعاتی راجع به این مسئله ندارم. خب بریم اولیشو با هم دیگه بشنویم. مهشید 24 سالمه، توی کافه آشنا شدیم. طرف دنبال رابطه بدون لیبل بود، دکمه‌شو زدم. کار خوبی کردی عزیزم. رابطه بدون لیبل خیلی زیاد شده بچه‌ها الان. یعنی چی؟ یعنی رابطه‌ای که شما توش تعهد نو تعهد ولی همه چی توش هست. سکس، بیرون رفتن، تلفن زدن، مهمونی رفتن، همه چی هست ولی آدما تعهدی به هم ندارن و هر کس هر کاری میتونه بکنه و اینجور آدما باید دنبال آدم باشن مثل خودشون دیگه و جالب نیست به نظر من. بازم حالا خیلی دوست دارن این مدل باشن، شرایطشون اینجوری مثلا ایجاب میکنه یا هر چی دیگه، نمیدونم، قضاوت نمیکنم ولی من که باشه اصلا حال نمیکنم. اینجور آدما باید برن لنگه خودشون پیدا کنن. میریم بعدی. سوگل 22 سالمه. 2 سال دوست بودیم، کلی با بیپولیاش و بیماشینی بودنش ساختم. هیچ جا با هم نمی رفتیم که پولاشو جمع کنه و ماشین بخره. خیلی جا حتی خودم حساب میکردم. من سرطان سینه گرفتم. وقتی فهمیدم خودم بهش گفتم برو، کلی اومد گفت تو عشق زندگیمی و من کنارتم. منم باورش کردم. اما وقتی که شیمی درمانیامو شروع کردم موهام ریخت، نظرش تغییر کرد و خیلی تو اون شرایط من درمونده بودم و نیاز به عشق داشتم ولی متاسفانه به بد کسی تکیه کرده بودم. یه روز اومد بهم گفت من نمیتونم تو رو توی این حال ببینم به خاطر اینکه خیلی دوستت دارم و خدافظ، بدون هیچ حرف دیگه ای. و حال من تو اون شرایط 1000 برابر بدتر شد. هنوز درگیر بیماری بودم و شوک از رفتنش با هزاران سوال بی جواب که اون 6 ماه بعد با یکی ازدواج کرد. من که خوب شدم و حتی به جراحی هم نرسید سینه هامو، خدا رو شکر برطرف شد. خواستم بگم من سرطان شکست دادم ولی زخمی که این آدم رو قلب من انداخته هنوز با این همه تراپی خوب نشده. تو رو خدا این کارو با آدما نکنین. خدا لعنتت کنه پسر، این چه کاری کردی با این دختر؟ اگه نمیتونستی باشی همون اولش میگفتیم با نبودنت کنار میومد، ولی وقتی وسط راهی که به یه نفر قول میدی میذاری میری، واقعا حس میکنه توی که مثل دیوار به قول خودش تکیه کرده بود بهت، ریخته رو سرش. ببینید چقدر خیانت چرک و بده که این آدم میگه من سرطان رو شکست دادم. اما خیانت که حتما منظورم میدونید که با یکی بودن نیست. خیانت به اعتماد کسی خیانت کردن هم خیانت حساب میشه. حتما نباید رو تخت کسی رو بگیریست که بگذاریم. علی 21 خودش باز بود، پیجش بسته. این قضیه اذیت هم میکرد. اینم قشنگ بود. آره، به پیج باز و به پیج بسته بودن نیست واقعا. به دختر با حجاب و بی حجاب نیست، به دختر عملی و نچرال بودن نیست. ذات آدمه، اصلا به خیلی چیزا ربطی نداره. محمد 27 شاید باورت نشه 1.5 سال رابطه، یه روز دیگه نه اون مسیج داد نه من و این رابطه تموم شد. خیلی این مسیج عجیبه برای من. میدونید چیش برای من عجیبه؟ که از این مسیج حدود 20 تا گرفتم که گفتن که یه روز یه شب دیگه به هم تکست ندادیم بدون هیچ دلیلی. دیگه دیدم اونم تکست نداد چند روز، منم ندادم و رابطه تموم شد. فکر میکنم رابطه خیلی وقت بوده تموم شده.
به روی همدیگه شاید نمی آوردین، این روش نمی شده بگه، اون روش نمی شده بگه، تو رو در واسی ادامه میدادین. خب بریم بعدی. نیلوفر 24 6 ماه دوست بودیم، خیلی شیک گفت میخوام برگردم به اکسم، با اینکه کلی پشتش بد گفته بود و اینکه بچه و خیانت کاره. منم بهش گفتم به سلامت. خیلی ها به اکساشون فکر میکنن و چی کار اشتباهی برگشتن به اکس. نمیدونم چند نفر اینو تا حالا تستش کردن، ولی از 100% 99% شکسته، 1% اونم در فرض خیلی محال و اینا اوکی در میاد. نظر من البته. سارا 19 1 سال دوست بودیم، خیلی دوستم داشت، منم جوگیر شدم، فکر کردم ان خاصیم، انقدر ریدم بهش خسته شد رفت. بعد که فهمیدم چه غلطی کردم، هر کار کردم برنگشت. آره دیگه اینا هم پیش میاد. میبینید یکی دوستتون داره، اذیتش نکنید. تو این دور زمانه کم پیدا میشه یکی آدمو دوست داشته باشه از ته دلش واقعا، چون همه چی شده منفعت و انقدرم دیگه مثلا رابطه ها دم دستی شده، فست فود تور، تو نباشی فلانی هست که دیگه هیچ کس عشق و علاقه براش اهمیتی نداره. میریم بعدی. رضا 26 توقعات عجیبی از من داشت که تو خونه زندگی خودشون از باباش نداشت. خودشون وضع مالیشون خوب نبود، اما من میگفتم مثلا امشب دور بزنیم و فقط آب میوه بخوریم، چوس میکرد. دختر بابات بعد 30 سال کار کردن نمیتونه برات آیفون بخره، من بخرم؟ هیچی، به خدای مهربون سپردمش. اینم مسئله ایه که به نظرم بهتره که آدم ها با هم لول خودشون دوست شن واقعا، هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ مالی. دیگه پسر یا دختری که با یه آدمی که خیلی از لحاظ مالی با هم دیگه تفاوت دارن دوست میشن، به نظر من باید انتظار دیدن خیلی چیزا رو داشته باشن. نمیگم همه اینطوری انا، ولی خب خیلی تاثیر داره به نظرم. با هم لول خودتون دوست شین واقعا. خب بریم بعدی. اینو حتما بذار چون اتفاق خاصی نیفتاده واسم. نه عشق رو تجربه کردم، نه دوستی یه درست درمونی داشتم. توی خانواده مذهبی به دنیا اومدم، با یه نفر دوست شدم، خیلی دوستش داشتم. برای اینکه حرصش رو در بیارم رفتم به یکی از خواستگارم جواب مثبت دادم، اما به گوه خوردن افتادم، ولی هیچ فایده ای نداشت. ازدواج کردم، یه بچه آوردم، حالم از زندگی که داشتم به هم میخورد. تصمیم گرفتم که جدا بشم و بعد از 6 سال جدا شدم. 1 سالی از طلاقم گذشت، دیدم همون پسری که دوستش داشتم اومد گفت هنوز دوستت دارم و بهت فکر میکنم، اما خانواده‌اش دیگه منو قبول نداشتن چون که من یه بچه داشتم و اونو قبول نمیکردن که بیان خواستگاری من. الانم کاتیم و میشنوم که مادر پدرش براش میرن خواستگاری، ولی کلا هم سعی میکنم بهش فکر نکنم. سر لجبازی و تخص بودنم زندگی چند نفر به هم ریخت، چون خیلی مغرور بودم. نه خیلی مسئله بدیه، لجبازی بی خود. یه وقتایی سر بچه بازی دیگه احتمالاً یه فکر بچگانه‌ای داشتی که بعضی از اشتباه چقدر بده. نه حالا فدای سرت دیگه، شده دیگه، میخوای چیکار کنی؟ به آینده بچت فکر کن به نظرم، و اینکه عشق واقعی میاد تو زندگیت. اصلا زیاد فکرشو درگیرت نکن، فکرتو درگیرش نکن. آخر میکات ریز خور. خب میریم بعدی. شمیم 28 سالمه، 5 ماه توی رابطه بودیم، سر گل کشیدنش کات کردم. هی بهش میگفتم نکش، دوست ندارم، میگفت باشه به خاطر تو ترک میکنم، ولی نمیتونست و هی گل میکشید. بهش یه روز گفتم بریم کمپ، رید بهم، گفت من معتاد نیستم، گل اعتیاد نداره و کات شد. از پسر دراگی متنفرم. این جمله گل اعتیاد نداره رو از هر کسی شنیدید بدونید طرف معتاده. یعنی چی گل اعتیاد نداره؟ آره سالی یه بار بزنی، واقعا جدا سالی یه بار بزنی حرفت درسته، ولی نه تو که هر یه روز در میون هر روز آخر هفته یه دونه رول دستته. عزیزم
با اجازه شما معتادی، خودت هم گول نزن. و چه آدمای، ببخشید خیلی هم گل میکشن، نیستن آدمای درستی نیستن اصلا به نظرم. یه هر چیزی سنی داره دیگه. حالا یه موقعی هست بچه‌ای گل میکشی اون دوران تمام میشه، کسی که ادامه دار میخواد با اون بزرگ شه، مغز آدم خیلی تاثیر میذاره. یگانه 25 سالمه، 1 سال دوست بودیم. عوضیه به تمام معنا بود. جلوی دوستاشو بیرون و مهمونی واسه خندودن بقیه میرید به من. تنها که بودیم از میخورد. دوست داشت به همه نشون بده آویزونشم. احترام حالیش نبود. منم توی مهمونی گند زدم به سر تا پاش وقتی جلو همه من مسخرم کرد و از اون به بعد کات کردیم. چقدر این آدما آشغالن. دختر پسرم نداره، کسی که اصلا چه دوستشو چه دوست دخترشو جلو جنس مخالف کوچیک میکنه که مثلا خودشو خفن نشون بده، خیلی آدم به درد نخوریه. تو پسرام خیلی من اینو دیدم، دوستاشونو مثلا کوچیک میکنن. خیلی دیدین مثلا تا 2 تا دختر میبینن مثلا حرف بد میزنن. بابا مدرسه میرفتیم ما مثلا یکی به پسر رد میشد، داخل که اصلا ما رو بخندونه، مثلا 5 نفری پسر رد جلو ما میومدن رد بشن، زیر پای دوستش مثلا جفتک مینداخت که اون بخوره زمین ما بخندیم. که اصلا من خیلی شیرین و با نمکم، واقعا کار قشنگی نیست، خیلی بده. سلام، من 24 سالمه. توی مدرسه با هم آشنا شدیم و به عنوان معلم کمکی رفتم تو مدرسه. اینجا تو هلند چند روز بهشون کمک کردم. از شانس من چند تا دختر ایرانی هم تو مدرسه بودن و ما شروع کردیم با هم صحبت کردن. از هم دیگه خوشمون اومد، شروع کردیم بیشتر با هم حرف زدن و بیرون رفتن و تو رابطه رفتیم. 1 سال و نیم با هم دیگه دوست بودیم. اوایل رابطه خیلی خوب بود، اما بعد از چند وقت شروع کرد به من گیر دادن که چیکار میکنی، چیکار نمیکنی، چرا جواب نمیدی، چرا با دوستات بیرون رفتی. به ویژه دوستای دختری که داشتم و فقط کافی بود من 1 دقیقه با یکی صحبت کنم یا حواسم بهش نباشه، کل اون روزو کوفتم میکرد و قشنگ دعوا درست میکرد. بعد از چند ساعت درست آشتی میکرد. ولی خب یه طوری شده بود که احساس میکردم بهش احتیاج دارم و بدون اون نمیتونم. کاملا آدم به شدت تاکسیکی بود. بعد از 1 سال و نیم تصمیم گرفتم کات کنم و پشت سرم هم نگاه نکنم. راستشو بخوای به نظرم منم آدمی که دوست دختر داره وقتی توی رابطه هست و با اون آدم بیرون میره حرف میزنه و اینو کلن از دم کنسله. پسری که جاست فرند دختر داره و باش رابطه داره، بیرون رفتن، تلفن زدن، کلا کنسله. ربطی به تاکسیک بودنم نداره. تو خودت هم اروپایی، هلند دیگه، خیلی قبولش ندارن. نمیتونی از همه توقع کنی مسئله رو قبول کنن. قطعا اگه اون دخترم دوست پسر داشت تو حساس میشدی. اون بیچاره چون نداشته، اتفاقا اون تاکسیک نبود. میدونی آدم تاکسیک چی کار میکنه؟ حالا نمیگم، ولی آدم تاکسیک این کار نمیکنه. یه کار میکنه روانت به هم برسه، نه اینکه باید دعوا کنه. 25 سالمه، 4 سال تو رابطه بودم باهاش. تو محل کارم یهو نیاز به نیروی کار داشتیم. مدیر اصلی فروشگاه ما فامیلش آورد. اسم دختر شکیلا بود. باش اوکی شدم. البته اون اول بهم پیشنهاد داد. من دیدم پول داره، ماشین خوب داره، خوشگلم هست، پا دادم. بعد 2 ماه پارتنر اصلیم شک کرد. عجب. چون زیر روی همون میدونستیم، بعد 4 سال منم مجبور شدم که بهونه درست کردم و با دوست دختر اصلش کات کردم. کارماش به شدت منو گرفت. الان مثل سگ پشیمونم، صادقانه. بچگی کردم، فقط همین. برگشتم بهش، زندگی ریختم جلوی پاش، حتی نگامم نکرد. گفت کس دیگر رو دوست داره و همه جور از من بهتره و هیچ وقت تنهاش نمیذاره. گفت میتونیم مثل 2 تا دوست با هم دیگه بمونی، اما من نتونستم و خدافظی کردم و اون شب دیگه صبح نشد. نمیتونم قضاوتت کنم واقعا. هیچ کس رو نمیشه قضاوت کرد. حالا به قول خودت بچگی کردی یا هر چیزی که بوده،
نمیدونم، ولی همین که الان فهمیدی اشتباه کردی و قطعا این اشتباه هیچ وقت دیگه تکرار نمی کنی خیلی قشنگه. و خدا رو شکر که اون دختر الان یکی رو پیدا کرده که دوستش داره و یه زندگی خوبی داره. این خیلی من خوشحال کردش، چون اگه اونم مثل آدمایی که تعریف کردن یا آدم آسیب دیده میموند خیلی ناراحت کننده تر بود. و خوبه که تو دیگه این کار تکرار نمی کنی. خب بچه‌ها، من همینا رو گلچین کردم، نمیخوام زیاد حوصله‌تون سر بره. اگه حال کردیم با این مدل ویدیو، اگه موضوعش براتون جذاب بود، برام بنویسید پارت 2 شم بگیرم، چون خیلی داستانا زیاد بود. و اینکه شما برام بنویسین چی شد کات کردین، اگرم با کسی کات نکردین نظرتون رو راجع به این آدمایی که براتون تعریف کردم بنویسید. لایک، سابسکرایب، شیر، کامنت، چیزای مربوط به یوتیوب یادتون نره. و اینکه خیلی دوستتون دارم. مرسی بابت حمایت کردناتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ شما.